مسلمانان سحر شد، دیدگان را وا کنید، جمله برخیزید و فکری بر غم فردا کنید. صبح خندان میدمد در باغ گلهای امید، آن شکوه رفته را در باغ دین پیدا کنید. طلعتی کو اندر این صبح سپید آرزو. الحمدلله سال جدید را در حال آغاز می کنیم که پرچم سفید محمدی با طلوع خورشید در سراسر کشور به اهتزاز آمده و تمام شهروندان با آرامش و آسودگی زیر سایه آن زندگی می کنند. دانش آموزان در امنیت کامل و با خیال راحت به مکاتب می روند. دهقانان مصروف کشت و کار و سرسبزی کشورند. اکنون خبر کشته شدن و زخمی شدن نه، بلکه خبر بازسازی و آبادانی نشر می شود. پروژه ها در حال تطبیق و برای هزاران تن زمینه کار فراهم شده است. از این پس کشور به سوی آبادانی در حرکت است. در هر بخش جوانان به کار گماشته شده. دیگر آنها برای کشتن هموطنان خود در کورس ها و ورکشاپ های روزانه، هفتهوار و ماهوار اشتراک نمی کنند. اکنون برای آنها دوره های آموزشی برای تأمین امنیت شهروندان و مکلفیت های شرعی آموزش داده می شود تا کشورمان نیروی بشری آراسته با آموزش های دینی و مسلکی داشته باشد. بله، دیگر فرصت مداخله برای بیگانگان وجود ندارد. هر شهروند این کشور از کودک تا مسافر حق زندگی آرام زیر پرچم سفید در یک چارچوب اسلامی را دارا است تا از فضای آزاد کشور لذت ببرد.